بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله صلی الله علیه و سلم و علی آله و صحبه اجمعین. شاگردای عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. کتاب 200 قاعده اعتقادی رو بخیر شروع میکنیم. قاعده اوله، لطفاً کتابتان رو باز کنین. درس اول، عقیده و ارزش آن. کلید اول، دانستن مفهوم عقیده. در اینجا در کلید اول میگه که انسان مسلمان باید اول مفهوم عقیده را بفهمه که عقیده چی معنا میده. عقیده در لغت از کلمه عقد گرفته شده که به معنای بستن، ربط دادن و گری کردن است. یعنی عقیده در لغت از چی گرفته شده؟ از عقد گرفته شده. عقد چی را میگن؟ دو چیزی را که وقتی گری میکنی یا بسته میکنی، مثلا یک تار از زیدستان یک تار دیگه سیده بین گری میکنی، این چی میگن؟ این عقد کردی. امی گریش عقده میگن. پس این معنای لغویش است. عقد عبدالله الخیط. ببینید در کتابتان متوجه هستین. عقد عبدالله الخیط. عبدالله تارا چی کرد؟ بسته نمود. یعنی ببینید خیط بسته کردن است. پس میگه عقد عبدالله الخیط به معنای ازی که تارا چی کرد؟ عبدالله بسته کرد. عقیده در اصطلاح به امور گفته می شود که قلب انسان، یعنی در اصطلاحیش به اموری گفته می شود که قلب انسان به آن اطمینان، تصدیق و یقین می کند و در آن هیچ شک وجود نمی داشته باشد. یعنی عقیده در اصطلاح چی را میگن؟ که قلب به اون چیز اطمینان میکنه. ما و شما مسلمان ها قلب ما به کی اطمینان داره؟ به الله سبحانه و تعالی. و آنچه که الله گفته وحدانیت از و وجود از را تصدیق میکنیم. پس اطمینان و تصدیق قلبی و یقین، این کلش مربوط به قلب میشه، به باور و به فکر انسان میشه. پس انسان مسلمان اطمینان میکنه به وجود الله، به وحدانیت الله و او را تصدیق میکنه و به او یقین میداشته باشه و در آن هیچ شک وجود نداشته باشه. یعنی انسان مسلمان معتقد کسی است که وقتی به او چیزی که عقیده داره به او یقین داشته باشه و در او هیچ شک نداشته باشه. مثل که ما و شما مسلمان الحمدلله به وجود الله متعال ایمان داریم، به وحدانیت الله ایمان داریم، به انعامها و صفات الله ایمان داریم و در هیچ الحمدلله شک نداریم. و امی 100% چی می باشه؟ این عقیده درست توحید است که الله متعال ما و شما را توفیق بده که به می عقیده خود استقامت داشته باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله.